سلام درود دوستان ارجمند بینندگان گرامی قدر یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت. اینک بازم یکی از برنامه‌های گنج فرهنگ است پیش روی شما. مهمان این باره ما واقعا هم یک گنج نادری فرهنگ ما هستند. معلم عزیز، شاعر، نویسنده، پوبلیسیست لطفت کنجیوا. و باید یادآور شوم که معلم ارجمند 50 سال و شاید بیشتر از 50 سال است که در جاده ادبیات شایسته و استوارانه قدم می‌نهند و تقریبا در تمام 50 سالی که گفتیم 2 میلیون نسخه کتاب چاپ کردند که این تقریبا 500 نامگو ادبیاتی اصلا این بیشترشان برای کودکان بوده است. و حالا من صحبت رو با معلمه که در عرفه روز بین المللی حفظ حقوق کودک صورت میگیرد صحبتمان از یک سوال، از یک پرسش آغاز کنم معلم صحبتمان رو که چرا ما برای کودکانمون همه چیز میخریم، از حتی پاهایش سر کرده به قول تا از ناخونی پایش میگن مردم تا تاری موی سرش همه چی میخریم برای ویو، اما برای کتاب خریدن گردن ما یاری نمیدهد. یعنی چرا کتاب نمیخریم به اصلا گیریم؟ با این سوالی پرماجرای شما منم پرماجرا جواب دیم. برای اون که اصلا اساساً برای اون است که امروز ما خیلی بای شده، یعنی که نظر ما دیگر نمیگیرد. وقتی که انسان از هر جهت بای میشد، تصور کنید که امروز برای کودک برای 14,000 سومان یک تلفن میخرند یا برای 5,000 یا 10,000 کامپیوتر میخرند، اما چرا یک کتاب که 10 سومون، 5 سومون، 15 سومون یا 20 سومون قدر دارد آن را نمیخرند؟ چون که امروز ما از حد زیاد ناز پرور شده ایم. از اون که این کودکای خودمای ما بیشتر ناز پرور کردیم. در زمان شوروی باور کنید وقتی که ما کتاب میخوندیم، اگر در عائله همون کودک کتاب نخواند یا به درسش تیار نباشد یا که خوب به مکتب دیر کند یا نرود، آن روز برای پدر و مادر یک روز بد بود، یک روز ماتم بود. چون که الکی از مکتب خبر می آمد، الکی از مکتب می پرسیدن و پدر و مادر رو دعوت می کردن به. یعنی مسئولیت پدر و مادر اونقدر زیاد بود در اون زمان که امروز به سوال شما همین رو گفتم، ممکن پدر و مادر هم امروز خودشون به تلفن بند هستند، فرزندشون به تلفن بند است. وقتی که در خانه می دراید در دست هر یک کودک است و دانشجو است و پدر مادر است، یک تگی تلفن است. وقتی که امروز ما با همین گونه یک واقعی چیز داده شدیم، این البته خوبی ندارد. عجیب که معلم عزیز، ما حتی در محیط خانوادگی خودمون هم مشاهده میکنیم که اگر از خودمون آغاز کنیم که مادرای جوان، مثلا شما الکی بیبی لطافت با این نام که در بین کودکان شناخته میشوید، همچون بیبی لطافت الکی شما شاید مشاهده کرده باشید که نوجوانان، مخصوصا جوان دخترانی که تازه عائله برپا میکنند الله نمیگویند، در گوششان نوشنیک است که شما که چشمشان در تلفن است، الله که بهترین سرود و بهترین شعر که در پای این شعر یگان شاعر هنوز شعر شیواتر از اون نگفته است، همین هم مادر به فرزندش دریغ داشته ایستاده است. این چی عاقبت داشته میتواند؟ البته وقتی که کودک هنوز از آغان طفلی الله مادر آواز مادر به واسطه الله نمیشنود و مادر به واسطه الله نمیشناسد، این البته خوب نیست. چون که وقتی که مادر به یک مهر خوب، به یک محبت برای فرزندش از ته دل و الله میگوید و میخواهد که خواب کودکش آرام و آسوده باشد، و اینجا نه تنها سرود الله بلکه بیبی‌های ما، مادرای ما خوب گوییم که آنها سرودهای خلقی کودکانه را بیشتر برای کودک میگفتند که از همون آوان در ذهن کودک میشد. امروز بسیار مادران ما سر گهواره طفلشان الله نمیگویند، الله نمیخوانند و زبان مادریه. پس از کجا کودک یاد گیرد وقتی که اولین حرف و هجای مادر با الله سر میشد؟
تو وقتی که در وزارت فرهنگ بودیم از مسئولان پرسیدیم برای در سال 2022 برای کودکان یک اپرای کودکانه هم مثلا تهیه نشده است. در برابر این در همه مسئله ها ما برای کودکان آخران توجه میکنیم، نه تنها در تئاتر یا در مثلا صنعت بلکه در چاپ کتاب هم ما برای کلانسالا جلد کتاب ها چاپ میکنیم. البته مثلا نویسندگان رمان و مثلا حکایه و پایست و قصه ها بسیار است، اما آنهایی که محض برای کودک می نویسند بسیار کمند. اینجا یک سوال به ما میاد که واقعا هم چطوری که مردم گمان میکنند نویسندگانی خاصی ادبیات کودک واقعا کم است، یا که می نویسند و اثرشان کیروی مثلا به قول کیروی گریستن نمیکند، یا که می نویسند و امکانی چاپ کرده به کودک رساندن ندارند؟ کدامش به حقیقت نزدیکتر است؟ اینجا چند عامل های هستند. درست گفتید که اولا که آنهایی که ادیبان تاجیکی که برای کودکان می نویسند خواه در نثر خواه در نظم خیلی کمان. بعد از اون که این بزرگان ما رفتند، از استاد میرشکر، استاد گلچهره سلیمانی، عبید رجب، عبدالملک بهاری، گویا که بعد اینها یک فضای خالی موند. گویا که هرچند که دوام دهنده کار آنها مثل جوره هاشمی، یوسف جان احمدزاده، خوب بنده و باز چند نفری دیگر هستند، لیکن امروز آنهایی که باید ستون ادبیات کودک شوند در آینده و از همون زینه ها باید کودک ها بالا روند، امروز همین گونه یک نویسنده یا شاعر کودکی نداریم که در سن و سال همین نوجوانی فرض کرده مثل شما امروز ستونی به قوت ادبیات کودک باشد. و متاسفانه این یک در ادبیات ما جای فضای خالی بنیاد میکند که این متاسفانه خوب یعنی که ما ادیبایی که واقعا محض برای وابسته به سن و سال، وابسته به روان کودک، وابسته به آن که از درون باطنی او چی میگذرد چیزهای بسیار جالب و شوق‌آور می‌نویسن کم داره گفتنی هستید؟ بله بله درست. یعنی امروز در زمان پیشرفت تکنیکی و گوییم که اونقدر این فیلم های تصویری و اونقدر بازی های اونقدر که در تلفن وای هست، امروز جلب کردن دقت کودک با یک افسانه خوب یا با یک شعر خوش‌رو یا با یک بازی عجیب خیلی دشوار است. بنابراین هم باید همه طرفه ما باید دقت دهیم به این مسئله، زیرا اگر خواهیم که فردای دیگر میراثبران ما اگر باسواد باشند، دانشور باشند، با دانش باشند، باید ما امروز همین فرصت را از دست ندهیم، حالا که خیلی فرصت کم مانده است. خصوصا برای سن و سال تا مکتبی، برای کودکانی که مثلا در باغچه تحصیل میگیرند، برای آنها ما کتاب های ضروری، کتاب های لازمه نداریم. همین تشکیلات استقبال همین سال گذشته یک مجموعه برای کودکای سن مکتبی تا مکتبی کتاب چاپ کرد که این الف با جان، من به مکتب می روم، رقم بازی و چند یک کتاب افسانه دو بزیچه و چند کتاب رنگمال. بار اول در تاریخ تاجیکستان، یعنی که برای کودکانی سن و سال خرد گوییم مثلا 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، برای اینها بار اول چنین یک کتاب به زبان تاجیکی چاپ شد. همچنین اون رنگمال هایی که بیشتر میخرن اینقدر بدروهی ما برای کودکاشون همه به زبان روسی، همه به زبان دیگر است، یعنی رسک این رنگمال است. ولی امروز اکنون تاجیکان نو خوب فهمیدن که رنگمال چیست، اولا از نام بایش. بنابر همین هم وقتی که ما میگوییم که برای کودک می نویسن، متاسفانه امروز برخی از شاعر و نویسنده های ما گمان میکنن برای کودک نوشتن چی است، یک دو جمله با قافیه و وزن کرده برای کودک شعر می شود. نه، امروز خاصه نظم برای کودکان ما خیلی گویم جایگاهی خاصه دارد، چون که کودکان ذهن تیز دارند، میتوانند تیز شعر را از یاد کنند و به این وسیله به خود دانش گیرند و خود خوب سوادشان آینده برو شود. ولی زبانی که شعر می نویسند امروز برای کودکان زبانی ساده باید
فهمو باشد چون که همون فهمیش و درک کودک افاده کرده تواند این شعر. متاسفانه این خیلی شعرها کم هستند و برعکس وقتی که چنین یک خوب گویم از این زمان استقبال چند شاگردانی دارد که هم نظر می نویسن هم نثر می نویسن از بس که ما دستگیری میکنیم کودکای صاحب استعداد آنها شعرهای خوب می نویسن خوب افسانه و حکایه های اولینشون نیست خوب است متاسفانه با جای این گونه استعدادها رو دستگیری کردن آنها رو پیشوا میدهند بعد ما با چی موفق میشویم فردا در تاجیکستان زیاد از 4000 کتابخانه هست در حاشیه آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای اگر که ما دل ما سوزد و خواهیم که کودکای ما باسواد باشند چرا ما همین کتابخانه ها رو با کتاب های ضروری تامین نکنیم مادامی که زیاد از 150 نمره کتاب استقبال میتواند همچون دستور عمل برای این کودکا باشد یعنی سر کرده ما از استاد گلنظر از عبدالملک بهاری سر کرده از عبید رجب دیگر آنهایی که امروز گوییم در خوب نامیناسی ادبیات کودک ایجاد آنها رو می آموزن از یاد میکنن همه آنها رو کتابشون چاپ کردگی هستیم و چرا همین کتاب ها در کتابخانه ها نباشند اگر که دلشون میسوخت اگر که خوب دستگیری میکردن و اون وقت ما میتوانستیم نه تنها 60 کتابی که حاضر تیار داریم بلکه صدها کتاب آماده کنیم با جز آن کتاب هایی که گفتم 10 کتاب آماده کردیم ما که از آثار ادیبان جهان شاه اثرهای دنیا که 2 تاش را چاپ کردیم جن ایر اثر شارلوت برونته و رابیندرانات تاکور این گورا امروز از موپاسان و بالزاک و از گنری و از خوب گوییم 10 شاه اثرهای دنیای ما تیار هستند لیکن مبلغ نداریم چرا وای تاجرای ما مددگارای ما اینقدر جان میکنند برای خوب گوییم که فلانی یک خانه گرفته شد برای بسمدانی فلان کار کرده شد چرا امروز یک صدا بلند نمیکند که های برای فرزندی من چیکار کردم برای فرزند همسایم چیکار کردم برای سوادش اگر که وای امروز بی سواد باشد اگر وای که امروز دانش نداشته باشد فردا چگونه تربیت مییابد و همین می شود که باز به دیگر وای ها گرویده می شوند از اینترنت و از وای چی می آموزن اونا وقتی که کتاب دوست بهترین است وقتی که از کتاب سر کرده از پند و اخلاق سر کرده تو گوییم که دیگر و تربیه می آموزد ما میگوییم که فرزندای ما کتابخوان نیستن نادرست آنهایی که این گپ میگویند خطا میکنن خطای محض میکنن چون که ما هر باری که من بعدا سال گذشته اگر به نظر گیریم وقتی که ما همین تخفیف کردیم و نمایش فروش کتاب برگزار نمودیم از مکتب ها گروه معلم آوردن خواننده های و خواننده ها وقتی که باور کنید انتخاب میکنن به طبع دل خودشون کتاب ها اونقدر خوشرو با اونها اونقدر معقول است که 1-2 کتاب میگیرن میخواهند با 4-5 دیگرش گیرن مبلغشان نمیرسد یعنی کتاب خوشرو ذوق و شوق کودک بیدار میکند کتاب خوشرو نقاشی شده میتواند کودک تماما از اون راه های مثلا گوییم که از تلفن بازی یک مرام باز دارد مثلا و یک بار که یک کتاب بخوان 2 کتاب بخوان 3 کتاب بخوان دیگر مایل تلفن نمی کند کتاب اگر شوق آور است عجایب است و دیگر مایل تلفن نمی کند بجز آنکه کتاب خواند معلم مثلا در جهان امروز تجربه های بسیار جدید تجربه های نو راه اندازی می شود از جمله ساختن اودیو کتاب ها کتاب های آوایی یا صدایی مثلا در بری کتاب فیتا یعنی دیسکش همراه است وقتی که کودک میخواد بشنود با تلفنش یا در کامپیوترش یا در خانواده‌اش هر کجا که خواست میگذارد همون کتاب توسط صدا هم شنیده میشود مثلا شما در استقبال تا جایی که آگاهیم اصلا تجربه ها کار گرفته حتی به خط فارسی هم چاپ کردید به زبان روسی هم حتی یک کتابی دارید شما به 10 زبانی به خط ژاپنی چینی است بفرمایید به خط چینی هم حتی 10 زبان دنیا گفتیم و عجیب است که من میخوام بپرسم که آیا امروز وقتی آن رسید است که ما هم اودیو کتاب ها تهیه کنیم یا مثلا چرا
کارمندان تئاتر های لخته که ما با ادیبانی که برای ادبیات کودک خدمت میکنن همکاری ندارن. راستی گپ که وقتی که از ابولی میسنو استاد ابولی میسنو پیشش یک تفلک میارن میگن که ما میخواهیم که شما کودک ما تربیت کنید. میگه کودکتون چند روزه است؟ جواب میدن که 3 روزه است. میگه شما الکی 3 روز دیر کردید برای تربیت 3 روز دیر کردید. یعنی ما هم الکی دیر کردیم. اونقدری که امروز کتاب های با اودیو گفته شما با آواز ها با فیته ها برآورده شدن. این کتاب ها الکی سراسر دنیا هستند و حتی در گوییم که در کشورهای همسایه ما هم هستند ولی ما دیر کردیم. چرا؟ این از چی دلالت می‌دهد؟ از آن که ما بی توجه هستیم، از آن که ما کودکای خودمون دوست نمی‌داریم، زیرا برای آنها لباس قیمت‌بها می‌خریم. خوب گوییم که بهترین خوراک‌های قیمت‌بهای کوچه می‌خریم، بهترین خوب گوییم اون طلباتی که کودک دارد خوب در مغازه برن، خوب بازار برن، خوب چیزی می‌خرن لیکن تنها کتاب نمی‌خرن. عجیبی کار در این است که مردم ما در ذهنشان همین طور شده است که چرا کتاب نمی‌خرن وقتی که اگر که همین کتابخوانی همچون یک گویم که مثل تلفن خری و تلفن بازی مد میشد برای ما. خوشبختانه این آزمون کم کم اینو رفع کرده ایستاده از آزمونی فروغ سپیتانی. اگر همچنین میشد اونها علاقه این پدر و مادر نه تنها با خوب گویم که این فیته ها بلکه بینید که کودکای تمام دنیا کتاب های دارن به شکل بازیچه، کتاب های دارن به شکل صندوقچه، کتاب های دارن قد یگانه همه استقبال چند کتاب قد برآورد که تمام دیگر یگان نشریات ما یگان خوب گویم چاپگران ما به این توجه نمیکنن چون که میدونن که کتاب رو نمیخرن. خوب به مغازه ها روید هم صحبت شوید. چرا؟ میگویند که به زبان روسی کتاب میخرند به زبان تاجیکی نیست. چرا؟ این مگر علام‌انگیز نیست برای ملت؟ وقتی که به زبان روسی همه از روسیه کتاب میبیارن، خوب افسانه است، خوب بازی است، خوب، لیکن چرا مردم به زبان مادری خود به زبان ملت خود توجه نمیکنن؟ غم آورش غمگینی و در همین است که زندگی ما که ما به سواد کودک ما به دانش کودک ما سالها رفته ایستاده است لیکن اعتبار جدی نمیدهیم. بیشتر از 10 سال میشود که در مطبوعات چاپی مخصوصا مطلب ها و مصاحبه های شما چاپ میشود. اونجا همه مؤلفان اون مطلب و مصاحبه ها شما رو همچون ادیب میلیونر معرفی میکنند و هرچند اونجا میلیونر مثلا همچون واژه در حصاری به قول ناخنک است اما بازم مردم حیران میشوند که این میلیون های لطفت که اینجا چی است. به همین چیز در روبروی شنونده بیننده در روبروی بینندگان ما به همین چیز روی روشنی میانداختید که اون میلیون ها از چه عبارت است. کاش دروغ مردمان گردد راست به همین ضرب المثل آغاز کنیم. اگر ان شاء الله انا میلیون این در نظر داشته شده است. البته همه میدونند که این میلیون پیش از همه شماره کتاب هایی که من نشر کردم و آنها زیاد از نزدیک 500 نامگوی کتاب برای کودکان و نورسان و جوانان است. و وقتی که باری در صحبت من و من همگونه سوال دادن که اگر حاضر یکی به شما کمک میکردن 1 میلیون میافتید یا که خودتان فرضاً در تاجری 1 میلیون پول پیدا میکردید یا خب یکون کسی کمک میکرد چیکار میکردید با این 1 میلیون؟ و جواب پاسخ من چنین بود که به این 1 میلیون خوب گوییم سامانی باشد اگر و این 1 میلیون من 1 میلیون نسخه کتاب می برآوردم، بهترین کتاب ادیبانی تاجیک را برای کودکان و آن را تحفه می کردم برای هر یکی آنها. و در این مورد تصور کنید کودکان چقدر
خرسند می شدن و از همین گرفتنی از همین کتابشون توفه گرفتنی همین کتاب چقدر خرسند می شدن. این بهتر از اون که ما شکم کودکای با یگان غذای قیمت بها سیر کنیم. بهتر از اون است چون که اون غذا یک ساعت هضم می شد می رود، لیکن این کتاب سالهای سال شاید عصرها بماند. و بنابر همین این میلیون ها اکنون آرزو میکنیم که ما هم شاید که صاحب میلیون باشیم، یعنی که شویم، ولی در همون مورد هم همه این میلیون ها برای چاپ کتاب چاپ میشن. زیرا من دیگر برای خود یگان گویم سامانی ذخیره نکردم یا برای خود صرف نکردم، من فقط برای کودکان، چون که کودکان مردمی شکرگزارند، کودکان مردمی گویم قدرشناسند گویم یا که چی گویم مردمی هستند که نیکی رو فراموش نمیکنند. اگر شما برای کودک یک دانه قند داده باشید و هرگز همین قند شما فراموش نمیکنید. اکنون در اینجا تصور کنید وقتی که کودک یک کتاب بهترین میگیرد، یک خوب گویم و خواه افسانه است خواه شعر و کلان می شود، فردا نوجوان می شود، جوان، بعد پدر می شود، بعد بابا می شود، خوب گویم بابا کلان می شود، لیکن همون نیکی در یادش می ماند و همون شعری که خودش از یاد کرده است برای فرزندش می گوید. یعنی نسل به نسل می رود. به همین امید، به همین تسلی من همیشه تا خب چقدر که عمر وفا کرده است من هرگز یگان ساعت، یگان روز، یگان لحظه برای کودکان خیانت نمی کنم. تا قوت و امکان دارم می نویسم و تا امکانیت دارم برای آنها بهترین کتاب ها را چاپ می کنم. چون شما به قول شاعر موی سفید را فلکم رایگان نداد که این رشته را به نقد جوانی خریدم، شما در همین جاده موی سر خود سفید کردید. اکنون بگویید که چه پیشنهادها هست که ما همین چیزها رفع شود؟ چگونه توانیم که ما پدر و مادر از دست فرزندش گرفته به یک مثلا به قول به یک کینوخانه که اونجا مثلا فیلم های دهشت از چشمشان عینک های گران میمونن میشینن کودکشون میبرن، امروز میبرن مثلا دلخواه شیرینی های اصلا ترکیبشان کیمیایی که به ضرر دارد گازناک از اونها میخرن و بدون مثلا هیچ دلگی. اما چه راههایی هست که پدر و مادر همراه کودکش گرفته به کتاب فروشی ها یا اقل به کتابخانه ملی یا به اون کتابخانه نزدیکترین کتابخانه محلش رود که در ذهن کودک برای همیشه ماند که مادرم پدرم مرا زمانی به کتابخانه آورده بود یا به کتاب فروشی آورده فلان کتابچه را به من تحفه کرده بود. چی راه ها هست معلم؟ این راه اول از مسئولیت پدر و مادر است. اول پدر و مادر ما باید تربیت کرده توانیم که گفته توانیم و باور کننده توانیم پدر و مادر را که در خانه برای کودکشان کتاب خرند و غیر از اون کتاب هایی که در مکتب میخونن. بعدا در مکتب معلم باید آموزگار باید مسئولیت احساس کند که اگر خواهد که دانش کودکش زیاد شود، خواهد که بسواد شود، وی باید حتما تاکید کند، فرمایش دهد، پرسد نتیجه گفته خودش رو که چند کتاب خونده است. معلمای ما در زمان شوروی هر روز میپرسیدند بغیر از خب امروز اگر موضوع ترسونزاده است فردا می اومدن میپرسیدند که از ترسونزاده چه کتاب خوندی. امروز این گونه تربیت، این گونه آموزش نیست. حتی آموزگار باغچه از کودک نمیپرسد که پگاه همه یکته کتاب بیارد کتابخانه میکنیم، نمیگوید که در خانه مسئله کتاب برداشته شود. درست؟ بله، اگر که همین خیلی میشد فرض کردیم در همون زمان شوروی هر یکی ما کمبغلترین عائله یک گوشه کتابخانه خودش را داشت. کمبغلترین که اون وقت کتاب 4 تین بود، 5 تین بود، خیلی ارزان بود، لیکن علاقه به خودشان داشتن. دیگر خب گویم اسباب ظرفی طلایی نداشتن یا خب گویم که یگان پوش امریکایی یا دیگر ژاپنی نداشتن، لیکن کتاب داشتن در خالتشون. و غیر از اون که درس تیار میکردن حتما اعضای کتابخانه بودن، کتابخانه مرکزی، کتابخانه مکتبی، کتابخانه کودکانه یا کتابخانه برای کلانسالان.
حتما هر یک اگر اعضا نمی بودیم و کتاب نمی خوندیم معلمون بهای ما رو پس میکردن. معلم جان عزیز تشکر برای یک صحبت صمیمی و ما دعا میکنیم که رنج های شما در جاده ادبیات کودک گنج کرده.